اینجا شهرستان تونکابن و قلب جنگل‌های هیرکانی در محدوده روستای تکیش هست که این روزها به دلیل انتشار اخبار واگذاری و فروش 20 هکتار از اراضی جنگلی موسوم به موقوفه آیت الله مرشدی تونکابنی در صدر اخبار فضای مجازی قرار گرفته. ویدیویی در فضای مجازی منتشر شده که افرادی با عنوان موقوفه آیت الله مرشدی تونکابنی در اون ویدیو توضیح میدن که قصد واگذاری، تفکیک و فروش 20 هکتار از اراضی جنگل‌های هیرکانی رو دارن و حتی شرکت تعاونی نیروهای مسلح کشور هم اعلام آمادگی کرده تا این 20 هکتار رو خریداری کنه. بر خصوص اراضی موقوفه آیت الله مرشدی تونکابنی، زمین‌های محله تکیش، خدمت عزیزان عرض بکنم که داخل کانون بازنشستگان ارتش جمهوری اسلامی تو این موقعیت به ما دفتر به اصطلاح ارائه شده و جهت فروش زمین ما این موقعیت مستقر شدیم و خدمت عزیزان عرض بکنم که این در حالیه که همین افراد با نشان دادن دفتر و محل کار خودشون و عوامل فروش این در واقع پروژه توضیح میدن که این پروژه به وسعت 200 هکتار ادامه داره. این زمین حدوداً بالا بر 200 هکتار هستش در فاز 1، فاز 2 و فاز 3. از فاز 1 این قسمت کرد. این در حالیه که حسین پور رئیس اداره اوقاف تونکابن در این باره توضیح داد که موقوفه‌ای تحت این عنوان در اداره اوقاف تونکابن ثبت نشده و این اداره در حال پیگیری ابعاد این ماجراست و به نظر میاد افرادی سودجو قصد دارن با استفاده از نام وقف این اراضی جنگلی رو به کام خودشون شیرین کنند. که نصف این رو یعنی 10 هکتارش رو وزارت دفاع طی یک جلسه هفته پیش برای پرسنل خودش برداشته و حالا شرکت‌های سرمایه‌گذاری دیگه هم که توی ارتش هستن صحبت فازهای بعدی هم صحبت شده. در همین پیوند یاسر منتظری رئیس اداره منابع طبیعی تونکابن هم گفته که اینجا در زمره اراضی جنگل‌های هیرکانی بوده و ثبت جهانیه و به نام منابع طبیعی کشور سند داره. جنگل متون و هیرکانی بنای هم که دستی هستش و این چون جنگل حالت دستی هستش